مایه افتخار برای من هست که این همه نسبت به من احساسات دارید و اطمینان و باور، اما بدانید که برای من بهترین لقب ممکن همون لقب پدری است که به من داده اید و برای پدر بودن نیازی به هیچ مقامی ندارم. دوستان، اگر می‌خواهیم مردم ما به ما اعتماد کنند، باید به جای حذف یکدیگر بر ارزش‌های مشترک تمرکز کنیم. اگر می‌خواهیم کشوری آزاد بسازیم، باید یاد بگیریم با کسانی که با ما تفاوت دارند گفتگو کنیم. اگر می‌خواهیم دموکراسی را نهادینه کنیم، باید از الان شروع کنیم، با صداقت و با تحمل، با احترام به قانون و با شنیدن صدای یکدیگر. هموطنان عزیزم، من نه سلطنت طلبم نه جمهوری خواه، من ایران خواهم. آرزوی من به داشتن این وطنی آزاد و آباد است و میدانم برای رسیدن به این آرزو فقط یک راه وجود دارد، ما اتحاد بین مخالفین و منتقمین است. دست در دست هم باید برای سرنگونی رژیم و رهایی از دید استبداد تلاش کنیم و در پای صندوق رای هر کس نوع حکومت مورد علاقه خود را بیان خواهد کرد. امروز زمان انتخاب است. این انجمن‌های زندگی آزادی در این چند سال اخیر فعالیت‌هایی کردند و در این چند هفته اخیر به این نتیجه رسیدیم هنوز چند تا از انجمن‌ها که با این همایش ملی و با این همکاری ملی هماهنگی کنیم. ما باید اختلاف‌ها رو کنار بذاریم و با وجود همه اینا همه با هم متحد بشیم تا جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم و بتونیم به خونه‌مون برگردیم. از خیلی از بچه‌ها دو تا چشماشونه گرفته، همونطوری که صدای حسین رو شنیدید. از خیلی از بچه‌ها یکی از چشماشونه گرفته. اونایی که دو تا چشمشون رو گرفته با قلبشون و اونایی که یک چشمشون رو گرفته با اون یکی چشمشون سقوط جمهوری اسلامی رو می‌بینیم. ما برای این شعار اینجاییم، ایران رو پس می‌گیریم. دگرگونی ژرف ناشی از انقلاب زن زندگی آزادی در فرهنگ و جامعه در کنار مجموعه شرایط سیاسی درون و پیرامون ایران پایه و بنیادی نهاده است که رهایی از این بختک سیاه حکومت اسلامی را در چشمانداز قرار داده است. اما باید تاکید کرد رهایی یک پروژه جمعی است به امید ایجاد همبستگی ملی برای نجات ایران. پاینده ایران. به نام ایران، با درود. من امروز از دل کردستان سخن میگویم، از سنندج. شخصیت‌های اقوام و طوایف ایران، members of Iranian tribes and groups، بلوچ، عرب، بختیاری، شهسوان. من بختیاریم، از تباه کوه، غیرت و وفاداری، اما امروز تنها صدای ایل خود نیستم. از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، از ترکمن صحرا تا بلوچستان و از آذربایجان تا خوزستان، ایران خانه همه ماست. ما خونمون رو میخوایم، ما ایرانمون رو میخوایم، ما سنگ مردار بچه‌مون رو میخوایم، اونم از همون گرفتن. اگر خواهان همکاری ملی هستیم، باید برخی تابوهای ذهنی و سیاسی را بشکنیم. نخست باید باور کنیم که هیچ گروه یا گفتمانی به تنهایی نمیتواند کشور را نجات بدهد. دوم، باید از تقابل میان داخل و خارج عبور کنیم. ما یک ملتیم، نه خارج نشین و داخل نشین. زنجیره پیوسته از ایرانیان که آزادی وطن را میطلبند. راجع به طلب صحبت میکنیم، نیامده ایم که طلبکار باشیم، آمده ایم که بدهی خودمون را ادا کنیم. سخت باز مونده، سخت من که باز مونده هستن. 87 سال اومده را روز میگذرونه با داغ بچه هم و برادران. سخت واقعا، همه قد علا کنید به داد ایران برسید، به داد مردم ایران برسید، به داد مادر ایران برسید. There are only two options on the table: a free, democratic Iran or even a more ruthless regime. Make your choice.
choice. همیهنان عزیز، دلیلی که من 45 سال هست این کار رو آغاز کردم تنها با یک هدف بود: بازگشت به حاکمیت مردم و حق تعیین سرنوشت ملت ایران برای یک دموکراسی آینده از طریق انتخابات آزاد و صندوق رای. دموکراسی خواهان ایران، چه جمهوری خواه چه پادشاهی خواه، وظیفه دارند که قبل از هر چیز فضای آزادی و انتخابات آزاد رو که اکنون داریم در ایران به وجود بیاریم. اول کشور رو آزاد خواهیم کرد، اون صندوق رو برقرار خواهیم کرد و آنگاه اجازه خواهیم داد که ملت ایران به مفهوم اخص کلمه سرنوشت آینده خودشون رو به دست خودشون انتخاب بکنن.